ضمن واخوری روبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت با آموزگاران و دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج مخصوص گردانیده شده شهر باختر ذکر گردید که در شرایط تغییر یافتن وضع ژئوپلیتیکی جهان و افزایش تهدید و خطرهای نو که بر رشد دولتداری ملی و منفعت‌های ملی و دولتی مانع‌های جدی ایجاد می‌کند، ضرور است که پیش از همه زیرکی سیاسی را از دست ندهیم، زیرا تروریسم و اکستریمیسم از مشکلات گلوبالی زمانی ما به حساب می‌رود و در همه گونه شکل به یکی از بیماری‌های خطرناک جامعه معاصر تبدیل یافته. جمهوری تاجیکستان همچون یک جزء جامعه جهانی مبارزه با تروریسم را مهمترین وظیفه تأمین امنیت ملی خود و تمام جهان می‌داند و جانبداری تحکیم من بعده همکاری‌ها در این سمت می‌باشد. همزمان عقیده‌ها وابسته به شامل شوی ایده از جوانان ناآگاه و از علم و دانش‌های سیاسی و دینی دور مانده به تشکیلات‌های تروریستی اکستریمیستی بیانی نظر کرده شد. گفته شد که کارشناسان سیاسی به آن نظرند اشخاص خیانت پیشه و بدخواه با مقصد عملی نمودن هدف‌های ناسالم، صادر نمودن عمل‌های تروریستی اکستریمیستی با راه فریب، مغزشویی، مفکوره قسماً مردم ناآگاه به خصوص جوانان از دانش دور مانده را خلل‌دار می‌کنند و آنها که اکثراً درباره هدف‌های ناپاک چنین تشکیلات‌های افراطگرا معلومات کافی ندارند، زود و آسان فریفته می‌شوند. در روند سیاسی در مبارزه با تروریسم در برابر دولت‌های بزرگ جمهوری تاجیکستان نیز نقشی مهم دارد. تاجیکستان تمام کوشش‌ها را به خرج می‌دهد تا عاقبت‌های خطرناک و پیشگویی نشونده را که انسانیت علیه از سر می‌گذراند پیشگیری کند. تروریسم هدف ویران کردن اساس‌های دموکراسی جامعه و نااستواری حکومت‌های قانونی را داشته، به ترقیات اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها تأثیر منفی رسانیده، مناسبت‌های دوستانه بین دولت‌ها را زیر خطر می‌گذارد و به همکاری دولت‌ها از جمله به همکاری برای ترقیات تأثیر منفی می‌رساند، به حدود و امنیت دولت‌ها در سطح بین المللی تهدید می‌کند. واقعاً هم امروز چون تاجیکستان در پرتو جهانی شوی قرار دارد، هر گونه حرکت‌ها می‌تواند تاجیکستان را نیز تهدید نماید، چون که امروز ما علاقه به تکنولوژی معاصر وارد گردیده شدیم. امروز ما از تکنولوژی‌هایی که جهان استحصال می‌کند استفاده می‌بریم. امروز ما می‌بینیم که وضع ژئوپلیتیکی ابرقدرت قدر خوب نیست. بازی‌های ژئوپلیتیکی در دنیا رفته است، بازی‌های ابرقدرت رفته است و همه این ما رو آگاه می‌نماید که پیوسته در ذهن جوانان، در شعور جوانان، در مفکوره جوانان تأثیر رسانده. اثبات نماییم که هر گونه حرکت ناجا می‌تواند که آنها را به عاقبت ناخوش آورده رساند. مقصد اساسی برگزار کردن این چوربینی از همین عبارت بود که ما با جوانان به طریق ساده کرده شده فهمونیم که همین عملها عاقبت خوب ندارند، همین کار خطا است، ما باید راه درست زندگی رو انتخاب نماییم. در ادامه این واخوری گفته شد که در شرایط حساس وضع سیاسی جهان هر یک فرد صاحب معرفت به خصوص پدر و مادران، مکتب و معارف، ماموریت مؤسسه‌های عالی و میانه کسبی را لازم می‌آید که به تربیت فرزندان نسل نورس و جوان دقت اولین درجه و همه‌جانبه روانه سازند. باید جوانان آگاه باشند که تقلیدهای کورکورانه و دنبال گروه‌های افراطی رفتن، شامل شوی به حزب و حرکت‌های ارتجاعی عاقبت ناگوار دارد. در واخوری همچنین تاکید گردید که فرصت فرا رسیده که هر فرد سالم فکر با شرف و وطن دوست خودشناس این وطن، این خاک اجدادی را دوست داریم، استقلالیت و ارزش‌های ملی خود را از همه خطر و تهدیدها به خصوص عمل‌های تروریستی و اکستریمیستی حفظ نماییم. با درک بلند مسئولیت، احساس گرمی وطن دوستی، خودشناسی ملی، قدر کردن استقلال و آزادی، حیات درخشان را برای خود و آیندگان فراهم آوریم. حسن زاده اویما، فیروز خورشید، نمازلی ارگش برای برنامه اطلاعاتی اخبار از شهر باختر.